and gentlemen, let us welcome off teams Tajikistan and Chinese Taipei. Бонанова Жанабон. Астахои Таджикистон ва Тайпей Чинро пешвоз мегирем. درود و شب بخیر بیننده های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقمندان شبکه فوتبال. گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه پیشنهاد شما میگردد. سرکرده از 6 آگوست در این میدان رقابت های مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین منتخب های بانوان تا 20 ساله در گروه سی جریان دارد و اینک ما و شما به رقابت دومی دور دوم توجه میکنیم که در آن منتخب های تاجیکستان و تایپی چین با مسافی هم میآیند. تایپی چین مرحله انتخابی را خیلی هم خوب شروع نمود. آنها در دور اول با 4 گل به جواب مقابل فلسطین به پیروزی دست یافتند و متاسفانه منتخب ما باشد در دور اول با حساب بزرگی 14-0 از همتایان خویش از کشور استرالیا مغلوب گردیدند. همکنون امروز دستپروران یوسف را بیف کوشش میکنند که برای به دست آوردن نخستین پیروزی در مرحله انتخابی جام آسیا تلاش نمایند. خوب، قبل از آغاز رقابت سرودهای ملی هر دو کشور صدا میدهد. ما نیز همچون رمز احترام گوش میدهیم و بعدا گزارش مستقیم خود را ادامه خواهیم داد. Tajikistan, Akon, Soru Milli Cumhuriyeti Tajikistan salonunda. خوب، بیننده های عزیز، سرودهای ملی هر دو کشور نیز صدا داد. طوری گفتیم در بازی دیگری دور دومی گروه سی در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین منتخب های بانوان تا 20 ساله تیم های ملی تاجیکستان و تایپی چین با هم رقابت میکنند. چند لحظه پیش بازی دیگر صورت گرفت. آنجا فلسطین با استرالیا نیرو سنجیدند که وخوری مذکور با حساب 3-0 به فایده بازیگران استرالیا جنبست شد. در عموم از گروه سی که رقابت های این گروه در کشور ما جریان دارد، یک چین استرالیا یکی از مدعیان اساسی بهره به دست آوردن راحتی یگانه به قسم نهایی این مسابقه سطح قهرمانی
دونسته می شود و دو دور پی هم بازیگران استرالیا به پیروزی دست یافتند. تایپی چین نیز مسابقه مذکور را با غلبه آغاز کرد. اگر که در رقابت امروزه فوتبال بازان تایپی چین به غلبه دست یابند، پس تقدیر راحت این گروه در دور اخیر حل و فصل خواهد شد. در رقابت امروزه خوبان فوتبال بازی تاجیک با پیراهن‌های عنعنوی رنگش سفید بازی میکنند. تایپی چین باشد با پیراهن‌های رنگش کبودی تیره اندر میدان رقابت خواهد شد. طور هیئت ها پیشنهادی ما و شما میگردد. مشاهده میکنیم که در هیئت هر دو تیم در قیاس به بازی دور اول تغییرات هست. هم یوسف ربیف سرمربی تیم ملی بانوان توپ سالای کشور و همچنین سرمربی تایپی چین در هیئت اساسی خویش تغییرات را انجام دادند. امروز در هیئت منتخبی ما دو بازیگر کمیلا رسولووا و ریحانه شامرادووا از دقیقه های اول وارد رقابت گشتند. در بازی دور اول در موقع این دو بازیگر مهرانه دولتووا و منظوره قیوم و هنرنمایی می نمودند. در هیئت تایپی چین باشد دو بازیگر در قیاس به بازی دور یکم عوض شده است. در خط دروازه طور میبینیم جیان یوجی هنرنمایی دارد و اینچنین بازیگری دیگر تحت شماره 7 وو یایو از لحظه های نخست در هیئت اساسی است. آخرین کارهای تدارکاتی قبل از آغاز این رقابت انجام داده می شود. باید بگم که امروز فوتبال بازان کشور ما با مشکلی روبرو خواهند شد. به خاطر چی؟ چون ما بازی دور اولی این مرحله را مشاهده نمودیم. تایپی چین بسیار هم تیمی پرقوت است و در دور اول آنها فلسطین را با 4 گل به جواب شکست دادند و در رقابت امروزه نیز آنها برای به دست آوردن دومین غلبه خویش تلاش خواهند کرد. یوسف ربیف متخصص محلی آن نفره که تیم ملی بانوان توپ سالای کشور ما را در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 راهنمایی دارد و مفصوف در نشست مطبوعاتی قبل از آغاز این رقابت ابراز داشت که هیئت ما مرحله آمادگی را خیلی هم خوب پشت سر کرد و ما برای به دست آوردن نتیجه قابل توجه تلاش میکنیم و تا کجا یوسف ربیف این گفته های خود را در عمل تطبیق میکند ما در همین سه رقابتی که تیم ملی ما دایر میکند خواهیم دید. همچنین خسیان چیچون به ما نشان داده می شود این نفر سرمربی تیم ملی بانوان توپ سالای تایپی چین است. همه چیز برای آغاز رقابت آماده است. کلی بازیگران و ما و شما نیز منتظر صداشتکی داور مرکز چا مینجی از کره از جمهوری کره هستیم که این داور رفت رقابت امروزه را حکمی خواهد کرد. از مرکز میدان فوتبال بازان تایپی چین آمادند که توپ را به بازی وارد کنند. 4 3 2 1 و از مرکز میدان وخوری منتخب های تاجیکستان و تایپی چین آغاز گردید. بار دیگر یادآور میشوم که این رقابت دور دوم گروه سی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 بین منتخب های بانوان توپ سالا می باشد. در آغاز رقابت فوتبال بازان تایپی چین نخستین هجوم خود را میخواهند که راه اندازی کنند ولی این هجوم قطع گردید. با هیئت هر دو دسته شناس خواهیم شد. امروز در خط دروازه تیم ملی ما رقم 16 فرح ناز خالدار و برآمد میکند. فوتبال بازان دیگر رقم 2 شهزاده و چیلیه و رقم 3 زرینه سفرزاده، رقم 9 آرام نصرالله و 14 تحمینه بهرام، 15 اولجمال المرات و رقم 19 کمیلا رسول و 20 شکرانه استای و 21 ریحانه شامراد و فوتبال بازی شماره 22 شاه سنم حجمت و بازیگری شماره 7 مرجانه سعید و که این بازیگر با دستبندی کپیتانی در میدان هنرنمایی دارد. سرمربی منتخبی ما یوسف ربیف است. همکنون توجه میکنیم به هیئت تایپی چین. بیننده های عزیز دروازه‌بان رقم 18 وانگ رو پینگ، فوتبال بازان این تیم رقم 3 لی چون می. الله هجومی تایپی چین ضربه هم اجرا گردید از جانب فوتبال بازی شماره 7 وو یایو. بله دفاعگران ما سدگذاری نموده این هجوم رو برطرف نمودند. نخست با ضربه کنجی توجه میکنیم و بعدا معرفی هیئت تایپی چین رو ادامه خواهیم داد. نخستین ضربه کنجی به فایده بازیگران این منتخب ارسال توپ انجام داده شد. امکانیت به نهایت خوب و طور دیدیم این ضربه از پهلوی دروازه
майдонро тарк намуд. бозигари шумораи 10 Каухсин ин зарбаро иҷро намуд. бубинед ки дифогарони мо дар назди дарвозаи хеш ба ҳариф имконият медиҳанд ки чунин вазъиятҳои хатарнокро созмон бидиҳанд. бозигаре ки дар вазъияти қаблӣ зарбаро иҷро кард, Каухсин нахустин голи мунтахаби Тайпей Чинро дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 ба ҳадаф расонд. ӯ дар бозии бар муқобили Фаластин дар даври аввал ҳисобро кушода буд. дар дақиқаи 37 ва баъдан дар нимаи дуюм ҳамдастааш футболбози шумораи 13 Фу Чи Линг муаллифи хетри гардида буд. ҳамакнун идомаи муаррифии ҳайати Тайпей Чин. бинандаҳои азиз, рақами 4 Ло Ю Хсию, рақами 5 Ма Йоҳа, рақами 6 Ченг Менг Хсуан, рақами 7 Ву Яю, рақами 9 Чуан Цу Ю, рақами 10 Као Хсин, рақами 11 Лиао Джиенинг, рақами 13 Фу Чи Линг ва бозигари шумораи 19 Лин Цзу Йинг. сармураббии тими бонувони тоби солаи Тайпей Чин ин Хсиян Чи Чун мебошад. рақобати мазкурро довари марказ аз ҷумҳури Корея ҳакамӣ мекунад. Ча Минҷи, ёварони ӯ аз канорҳо Юн Эунҳи ва Ислом Абад Ал-Абадӣ аз кишвари шоҳигари Урдун ҳастанд. довари чаҳорум Ҳанин Халид Мурод, ӯ низ аз кишвари Урдун аст. комиссари ин рақобат аз ҷумҳури Корея Пак Эун Ҷи мебошад. шореҳи ин рақобат бошад ман Давлат Хатибзода ҳастам. тавре гуфтем дар бозии дигари даври дуюми ин гурӯҳ Австралия ғалаба кард. он рақобат низ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат гирифту хубони футболбозии Австралия бо 3 голи беҷавоб шаҳди ғалаба чашиданд ва якачини Фаластин бошад имкони баромадан ба қисми ниҳоии ҷоми Осиёро ба пуррагӣ аз даст дод. дар умум дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё бинандаҳои азиз аз 47 узви конфедератсияи футболи Осиё 33 мунтахаб дархости иштирок дар марҳилаи интихобӣ карданд. баъдан 33 мунтахаб ба 8 гурӯҳ ҷудо шуданд. 7 гурӯҳ аз 4 мунтахабӣ ва 1 гурӯҳ бошад аз 5 мунтахаб иборат ёфтааст. дар умум 8 дастаи беҳтарини зинаи аввал ба қисми ниҳоӣ роҳ меёбанд ва дар ин баробар 3 мунтахаби беҳтарин низ ки дар зинаҳои дуюм қарор мегиранд имкони иштирок дар қисми ниҳоиро пайдо хоҳанд кард ва мутаассифона дар оғози рақобат бонувони мо ба дарвозаи хеш гол сар медиҳанд. футболбози шумораи 10 Као Хсин натиҷаи рақобатро рақам зад. бозигари мазкур голи дуюмашро дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 ба ҳадаф расонд. бори дигар ба ин ҳуҷум таваҷҷӯҳ мекунем. бубинед ки Као Хсин аз иҳотаи 3 бозигари мо ферор кард. бо дарвозабон бубинед ки 1-1 баромаду бидуни мушкилӣ тӯбро ба дарвозаи Фараҳнос холдор ва равон намуд. албатта ҳунарнамоии мунтахаби бонувони тоби солаи кишвари мо ва дар умум дар дилхоҳ сину сол бонувони кишвари мо натиҷаи қобили таваҷҷӯҳеро ба қайд нагирифтанд. тубалакай аз майдон берун шуд. довари канори ишора мекунад ки аут ба фоидаи бозигарони Тайпей Чин аст. Шаҳзода Очилдиева тӯбро зада аз майдон берун кард. Шаҳзода дар даври аввал ба задани гол даст ёфт. ӯ муаллифи ҳафтагол шуд. яъне дар як вазъияти начандон мушкил дар рақобат бар муқобили Австралия иштибоҳан тӯбро ба дарвозаи хеш равон карду муаллифи худ гол гардид. албатта қабл аз оғози марҳилаи интихобии ҷоми Осиё тими миллии бонувони тоби солаи кишвари мо дар шаҳри Душанбе марҳилаи омодагиро паси сар намуданд. Юсуф Рабиев бо ҳамроҳии ситоди мураббиёни хеш беҳтарин бозигаронро ҷамъ оварданд. ҳатто дар нишасти хабарӣ низ Юсуф Рабиев ба суоли рӯзноманигорон дар мавриди омодагии тими миллӣ посух дод ки ҳайат
خیلی خوب آموده شده است. ولی در دور اول بانوان ما با حساب بزرگی 14-0 مغلوب شدند. هجوم نوبتی تایپه چین. این وضعیت برطرف گردید. فوتبال بازان ما با اشتباه راه میدهند. فعلا در گروه سی بیننده های عزیز یکچین استرالیا صدر نشین است. از نتیجه دو رقابت بازیگران استرالیا 6 امتیاز به دست آورده و در زینه اول قرار دارند. تناسب توپ ها باشد 17-0 است. در دو رقابت یکچین استرالیا با زدن 17 گل شرفیاب گردید. اینجا فرهناز خالدار و دروازه‌بان منتخب ما از همدستایش دعوت میکند که در داخل جریمه‌گاه به فوتبال بازان حریف امکانیت ندهند. دومین ضربه کنجی بازیگران تایپه چین خیلی مشکل خواهد بود برای بازیگران ما. ارسال توپ خیلی بلند، فرصت، ولی خوشبختانه این امکانیت به نتیجه جنبست گردید. چان سو یو حملگر مرکزی تایپه چین در وضعیت قبلی کوشش ضربه زدن کرد ولی به توپ رسیدن نتوانست. اشتباه نوبتی فوتبال بازان منتخب ما. این وضعیت از جانب زرینه سفرزاده فکر میکنم برطرف کرده شد. از لحاظ اداره کنی تو بیننده های عزیز منتخب تایپه چین پورا نظارت را در دست خویش دارد. در بازی دور اول نیز عیناً با چنین شکل فوتبال بازان این منتخب هنرنمایی داشتند. ضربه نوبتی که از جانب کاوخسین اجرا شد بلندتر از تیر دروازه میدان رو ترک نمود. از لحظه های نخست بازیگران تایپه چین از هر کنج و کنار دروازه فرهناز خالدار و را نشان میگیرند. این یعنی وخری منتخب های تاجیکستان و تایپه چین بیننده های عزیز آخرین بازی دور دوم در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 به حساب می رود. امکانات نوبتی برای بازیگران تایپه چین به وجود آمد ولی فرهناز خالدارو از موقع خود بیرون آمده این هجوم رو رفت کرد. شاهسنم هاجمت و پاسیو به خط حمله بود که همدستایش نتوانستند که پاسیو رو قبول نمایند. دیگر بار تایپه چین به عکس الهجوم میگذارد از یوته دو نفر. چان سو یو اینجا در مبارزه کتف به کتف طور دیدیم کامیلا رسولووا نه این اورم نصراللهیوا بود که توپ رو به نظارت دسته ما برگردون. اینجا امکان داریم که به رقابت های دور دویمه که در دیگر گروه ها دایر شدن توجه کنیم. بانوان توبیسالای سوریه در دور دویم از منتخب لبنان با حساب 2-1 شکست خوردند. عربستان سعودی با نتیجه مینیمالی 0-1 از نپال مغلوب شد. بعدا خوبان فوتبال بازان ایرانی با حساب 2-0 گوام را شکست دادند. بنگلادش 8-0 تیمور شرقی را شکست داد. همسایه کشور قرقیزستان ما با حساب 1-0 مقابل سینگاپور ظفر یافت. یکچین های بانوان توبیسالای اندونزیا و میانمار با نتیجه 2-2 دست یافتند. جمهوری مردمی چین 7-0 کامبوجا را مغلوب کرد. کره شمالی یکی از تیم های پرقدرت زنانه در قطعه آسیا و جهان با حساب کلان 10-0 مقابل بوتان غلبه کرد.
6-0 ویتنام هنگ کنگ را شکست داد. اردن با همین حساب مقابل بحرین غلبه کرد. کره جنوبی 1-0 مقابل لاوس پیروز شد. هندوستان با 7 گل به جواب مقابل ترکمنستان شاهد غلبه چشید. یک از رقابت‌هایی که با نتیجه بزرگ در دور دومی مرحله انتخابی جام آسیا بین منتخب‌های بانوان توپ ساله صورت گرفت. این دیداری یکاچین‌های ژاپن و مالایزیا بود. فرصت برای بازیگران ما. اینجا دستپروران یوسف ربیعov برای به ثمر رسانیدن گل جوابی تلاش نمودند، ولی داور کناری اشاره میکند که حمله‌گر تیم ملی ما در حالت نوبازی قرار گرفته است. شانزده بر 0 بانوان توپ ساله ژاپن مقابل مالایزیا شاهد پیروزی چشیدند. طبری گفتیم استرالیا 3 بر 0 فلسطین را مغلوب نمود. یک رقابت دیگر در دایره وخوری های دور دوم مرحله انتخابی عین زمان جریان دارد. ازبکستان با حساب 8 بر 0 مقابل جزیره های ماریانه شمالی غلبه کرده ایستاده است. بعد دیداری منتخب های تاجیکستان و تایپی چین آخرین نیروسنجی دور دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 محسوب می شود. ولی چون می از توپ را به بازی وارد کرد، تلاش بازیگران تایپی چین این وضعیت پورا برطرف نشد. دفاعگر ما زیر فشار حریف مجبور شد که توپ را زده از پهلوی دروازه از میدان بیرون کند. دیگر باره به فایده بازیگران تایپی چین ضربه کنجی به میان می آید. ارسال خیلی بلند، ضربه هم از جانب کاوخسین اجرا کرده شد. بعدا شاهسنم هجومت و از داخل جریمه‌گاه خویش توپ را زده دور کرد. تلاش ریحانه شامراد و برای به دست آوردن توپ بی نتیجه بود. مهارت انفرادی بازیگران تایپی چین خیلی خوب است. آنها بدون مشکلی چند بازیگر ما را فریب داده بعدا هجوم خویش را ادامه میدهند. ترکیب روی نوبتی بازیگران تایپی چین توسط کنار چپ هجوم این منتخب براه مانده می شود. پس به مرکز جریمه‌گاه باز همین هجوم قطع گردید. ارسال نوبتی توپ به خط حمله، ولی داور کناری بیرقچه خود را بالا نموده اشاره میکند که بازیگر شماره 7 اساسی تایپی چین وو یایو در حالت افساید قرار گرفته است. با نوارهای تکراری توجه میکنیم. بله 100% حمله‌ور تایپی چین در حالت افساید بود. کاوخسین قاعده بازی ویران شد و داور مرکز به نقطه اجرایشی ضربه جریمه‌ای 11 متره اشاره میکند. در این وضعیت داور مرکز کارت زرد نشان دادنی نیست، ولی واقعا هم پایقیجی انجام داده الجمال المرات و غیر قاعده بود. فوتبالباز شماره 15 در داخل جریمه‌گاه غیر قاعده بازی نمود. توجه میکنیم که این ضربه رو کی اجرا میکند. از تایپی چین فوتبالباز شماره 11 جیانین. بازیگر مذکور امکان دارد که نخستین گلش را در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2026 به هدف رساند. فرهناز خالدارова دروازه‌بان منتخب ما برای برطرف کردن این وضعیت تلاش خواهد کرد و واقعا هم فرهناز خیلی هم خوب بازی کرد در این وضعیت. احسن دروازه‌اش را از گل دوم نجات داد. به قول دیگر اشتباهی هم دستش را فرهناز خالدارova جبران نمود. در این وضعیت طور دیدیم الجمال المراتova اشتباه کرد، ولی فرهناز خالدارova توانست که با هنر و مهارت والای خویش ضربه زده
لیاو جینینگ رو برگرداند. سمت ضربه زده بازیگر تایپه چین رو فرهناز پای برد، سر وقت جهیش رو انجام داد و ضربه رو برگرداند. در عموم فرهناز خالدار و یکی از دروازه‌بانان صاحب استعداد در میان منتخب‌های بانوان ما دانسته می شود، هم در حیات کلان سالان و هم در حیات جوانان. فرهناز خالدار و پیوسته برآمد میکنند. ریحانه پس به قفا، هنگامی که منتخب ما نظارت توپ رو صاحب می شود، زود فوتبال بازان تایپه چین فشار می آورند و متاسفانه دست پروران یوسف ربیف زیر فشار حریف قرار گرفته زود توپ رو از دست می دهند. این وضعیت برطرف کرده شد. حمایتگران تایپه چین هجوم منتخب ما رو برطرف نمودند. همدیگر فهمی چندان خوب نبود با اشتراک دفاعگران تیم ملی تاجیکستان. قاعده‌ویران کنی به اعتبار گرفته شد. تبر دیدیم ریحانه شامرود و ضمن مبارزه برای به دست آوردن توپ غیر قاعده عمل کرد. در این وضعیت با دستش دفاعگر رقیب رو تیله داد. باز هم ریحانه شامرود و در خط حمله توپ را درست و دقیق قبول کرده نتوانست. امروز در خط حمله یکچین بانوان توپ 20 ساله کشور ما 2 نفر برآمد کرده ایستادند. یکی ریحانه شامرود و دیگر شاهصنم حاجیمت و بسیار هم خوب بازی کرد شهزاده اوچیلدی و ضمن یک پایغچ هجوم رقیب رو برطرف کرد. تلاش نوبتی بازیگران تایپه چین. گزارش چوانسو یو مراتبه چهارم در قسم اول انیقترش 2 دقیقه 20 به فایده بازیگران تایپه چین ضربه کنجی به میان می آید. کاخسین در نزد توپ است. نیم حمایتگری هجومکار تایپه چین. در نوبت اول کوشش بازیگران تایپه چین به نتیجه بود. ارسال نوبتی توپ در نظارت بازیگران تایپه چین باقی ماند، ولی در ادامه ملی پوشان میهن این وضعیت را برطرف کرده توانستند. زیاده از 20 دقیقه از رفت رقابت منتخب‌های تاجیکستان و تایپه چین پشت سر گردید. حساب باشد 0-1 به فایده رقیب است. زرینه سفرزاده مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند، چون که دیگر وریانتی پاس دادن به همدسته هایش وجود نداشت. اینجا شکرانه اوستایو از دست خویش جراحت میگیرد. فوتبال بازی شماره 20 منتخب تاجیکستان. داوری مرکز ستاد طبیبان منتخب را نیز به میدان دعوت نمود. دوام یک چند دقیقه بعدی منتخب ما 1 نفر کم بازی را ادامه میدهد. از اورنج خش شکرانه اوستایو جراحت گرفته است. فرصت نوبتی و ضربه زده چوانسو یو.
در این وضعیت صدگذاری از جانب شاه صنم حجیمت و بود، وگرنه میتوانست که این ضربه اجرا کرده فوتبال بازی تایپی چین برای فرهناز خالدار و مشکلی ایجاد کند. پس زمینی به نتیجه بود هجوم تایپی چین. دوره میبینیم شکرانه اوستویوا با میدان برگشت. توسعه گرفتهش چندان جدی نبود. در مرکز میدان دست پروران یوسف ربیف یک لحظه توپ را به نظارت خویش گرفتند، ولی متاسفانه انهمان مشکلی اساسی زود توپ را از دست میدهند. البته یکچین تایپی چین تجربه خیلی خوب دارد. این منتخب در سالهای آخر قرن گذشته تشکیل شده است، میانه سالهای 1998 و اول سالهای 1999 و سر سال 2002 این جانب پیوسته در چمپیونات آسیا بین بانوان برآمد میکند. یکچین تایپی چین در این مسابقه سطح قهروی نتیجه قابل توجه کسب کرده است. در سال نخست برگزاری چمپیونات آسیا بانوان تایپی چین برنده نشانهای برنجی گشتند. خیلی خوب بازی کرد الجمال المراتوه. باز هم فوتبال بازان تایپی چین توپ را به نظارت خویش میگیرند. در دو وضعیت مشکل الجمال المراتوه سد راهی هجومی رقیب را گرفته توانست. منتخب تایپی چین بیننده های عزیز در سال نخست برگزاری چمپیونات آسیا یعنی سال 2002 به فینال برآمده بود. بالاتر ما اشاره کردیم که برنده نشان های برنجی گردید. نه، به فینال برآمدند و از ژاپن با حساب 2-1 مغلوب شده نشان های نقره را صاحب گشتند. و این یگانه نتیجه بسیار هم خوبی بانوان تایپی چین در چمپیونات آسیا به حساب می رود. بازیگر نوبتی اساسی منتخب ما جراحت میگیرد. این حمایتگر مرکزی الجمال المراتوه است. طبیبان منتخب با او یاری اولیه طبی میرسانند. بالاتر از این شکرانه اوستوی و جراحت برداشته بود. در مرکز جریمه‌گاه توجه به کاوخسین یکی از بازیگران محوری تایپی چین خیلی زیاد است. فوتبال بازی شماره 10 با همراهی آرام نصرالله‌یو یک مبارزه کتف به کتف داشتند. داور مرکز هر دوی بازیگر را به نزد خویش دعوت نموده با آنها آگاهی شفاهی می‌دهد. اما اکنون داور اجازه می‌دهد از ضربه کنجی توپ به بازی وارد کرده شد. ضربه کاوخسین در هم بر همه داخل جریمه‌گاه و خوشبختانه طور دیدیم زرینه سفرزاده توپ را زده از نزد دروازه فرهناز خالدار و دور کرد. قاعده بازی ویران گردید. امکان ادامه دادن حمله نیز وجود داشت ولی داور اینجا وضعیت کاملا رسول و چندان خوب نیست. بعد یعنی همین قاعده ویران کنی از قیافش معلوم بود که اندک عصبی شده است. باز هم تو با نظارت بازیگران تایپی چین میگذارد. یک و یک باره 4 فوتبال باز امکان داشتند که به عکس الهجوم فرار کنند.
گزارش جنین اینجا آوت با فایده فوتبال بازونی منتخبی مو تعیین شد. واقعا هم در آخرین وضعیت تو بعد رسیدش به پای لیاو جنین بعدا از میدان بیرون شده بود. در وضعیت قبلی شاهزاده و چیلدیو از قراری برآورده دوور چندان روزی نبود. انقدرش اعتراض بیان کرد. باز هم فوتبال بازان تایپه چین با هجوم میروند. کاوخسین و متاسفانه نتیجه وخوری 0-2 میگردد. ضمن یک عکس الحمله کاوخسین نتیجه رقابت رو 0-2 کرد. مؤلف دوبل شد. حمله برای تایپه چین بازیگری شماره 10. در همین وضعیت فوتبال بازی شماره 19 کامیلا رسول و توپ را از دست داد. یعنی محض بعد اشتباهی کامیلا رسول و بازیگران تایپه چین به عکس الهجوم فرار کردند. البته از دست دروازه‌بان فرهناز خالدار و نیز چیزی نآمد. باری 11 است که چمپیونات آسیا بین بانوان تا 20 ساله دایر می‌گردد. باری اول این مسابقه سطح قهرمانی سال 2002 در هندوستان دایر گردیده بود که آنجا ژاپن عنوان قهرمانی را به دست آورده بود. حرکت زیبای زرینه سفرزاده از سال 2002 این جانب طوری گفتیم چمپیونات آسیا برگزار می‌گردد. در این میان یک مرتبه مسابقه برگزار نشد. سال 2022 بنابر سبب پاندمی کووید 19. بعد سال 2024 این رقابت برگزار شد. این مسابقه انیقترش در همسایه کشور ازبکستان و کره شمالی و ژاپن به فینال برآمدند. رقابت نهایی با حساب 2-1 به فایده بازیگران کوریایی به انجام رسیده بود. همکنون مسابقه نوبتی یعنی چمپیونات آسیا سال 2026 برگزار می‌گردد. از 1 تا 18 اپریل سال آینده در کشور تایلند. الکی دولت میزبان رخصتی این مسابقه را به طور اتوماتیک صاحب شده است. برای به دست آوردن 11 گذرنامه دیگر 33 منتخب در مرحله انتخابی تلاش دارند. قاعده بیان کلی نوبتی با اشتراک بازیگران تیم ملی بانوان تا 20 ساله تاجیکستان به قید گرفته شد. زرینه سفرزاده بازیگر شماره 3 در همین حالت بقای دستی تیزی دست. اینجا معذرت نه اینکه زرینه سفرزاده بلکه فوتبال بازی شماره 22 شاهسانم حجیمت و بود که بر مقابل حریف غیر قاعده هنرنمایی نمود. وضعیت استانداردی در نزد توپ کاپیتان تایپه چین لی چون می موقع گرفته است. صداشته که دوار نیز بلند گردید. ارسالی چون می و فرهناز خالدار و بدون مشکلی توپ را صاحب شد. اینجا فکر میکنم لی چون می خواست که ضربه را مستقیم جانب دروازه اجرا کند ولی به مقصدش چندان خوب رسیدن نتوانست. باز هم لی چون می بازیگران تایپه چین در رقابت امروزه به حیث دسته اول در میدان هنرنمایی دارند. از همه جهت پیشرفتی نصیب فوتبال بازان این منتخب است. تلاش ریحانه شامراد و ضربه کنجی کار کرد. این یکی از هجوم‌های بسیار هم خوب منتخب بانوان ما در نیمه اول است.
نخستین ضربه کنجی با فایده شاگردانی یوسف ربیع. برای اجرا کردن ضربه کنجی نزدیک توپ می آید بازیگر شماره 15 اولجمال المرادووا. ارسالی اولجمال خیلی موافق و مناسب و اینجا همگی یک رسیش کفایگی میکرد که توپ وارد دروازه گردد. اما اکنون از کنار مقابل ضربه کنجی به میان می آید. در وضعیت قبلی فوتبال بازی شماره 6 تایپه چین منگ خسوان هجوم رو برطرف نمود. ارسالی انجام داده اولجمال المرادووا در وضعیت قبلی خیلی هم خوب بود. بازیگر مذکور با پای چپ هنرنمایی میکند و ضربه‌اش خیلی قوی نیز هستند. حالت افساید نیست. اینجا ضربه مرجان سعید و متاسفانه هجوم بازیگران منتخب ما بهره به ثمر رسانیدن نخستین گل در مرحله انتخابی جام آسیا به نتیجه است. در این وضعیت افساید نبود. مرجان سعید در قبط دویم تلاش کرد که با سر ضربه بزند ولی موفق شدن نتوانست. جام آسیا که سال آینده در تایلند برگزار می شود با فرمت جدید راه اندازی خواهد شد. یعنی تا سال 2024 در قسم نهایی جام آسیا 8 منتخب اشتراک میکرد ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که در سال 2026 تعداد منتخب‌های اشتراکچی رو زیاد کند. یعنی در جام آسیا 2026 نه اینکه 8 منتخب بلکه 12 منتخب میانی هم مبارزه خواهند برد. در این مسابقه سطحی قهرمی از همه زیاد بیشتر بانوان ژاپن قهرمان شدند. 6 دفعه در سال 2002، 2009، 2011، 2015، 2017 و 2019. بانوان تابیسالای کره شمالی و کره جنوبی 2 دفعه این جام را به دست آوردند. کره شمالی در سالهای 2007 2024 و کره جنوبی باشد در سالهای 2004 2013. چین 1 دفعه قهرمان شده است. این دستاورد سال 2006 برای بانوانی جمهوری مردمی چین اتفاق افتاده بود. تایپه چین، استرالیا و تایلند برنده نشانهای برنجی شدند. ارسال نوبتی به داخل جریمه‌گاه مرجان سعید و ضمن برطرف کردن هجوم رقیب خیلی هم خوب درخشید. امکانی به عکس الهجوم رفتن بود ولی ریحانه شامرادووا موفق شدن نتوانست. مرجان سعید و توپ به نظارت فوتبال بازان ما میگذارد. شاهصنم حجیمت و همکنون ارسال درو درازی مرجان سعید و به خط حمله بود که متاسفانه در این موقع میدان یگانه از همدستش قرار نگرفته بود. در مرکز میدان آرام نصرالله و امکانی با هجوم رفتن در این وضعیت وجود دارد ولی شاهصنم هجومات و چیکار میکند. گمان داشتیم که هجوم رو ادامه میدهد ولی برعکس توپ را زده از میدان بیرون کرد. توپ روایی بسیار خوبی مرجان سعید و
امکانیت به نهایت خوب است. ریحانه ارسالی او به داخل جریمه گل بود. اینجا باید دیگر فوتبال بازان است به یاری همدستایشون بیشتابند. هنگامی که منتخب تاجیکستان به خط حمله توجه میکنه تنها 3 بازیگر را در خط حمله میبینیم و خلاص. دیگر بازیگران عقب نشینی میکنند. البته فوتبال بازان ما ترس از آن دارند که رقیب در هجوم های جوابی میتواند که به زدن گل دست یابد. به همین خاطر بازیگران دستپروران یوسف ربیعов توکل نمیکنند. زرینه سفرزاده یک نفر را فریب داد ولی نفر دوم از او توپ را ربوده توانست. یک بازی به نظم و نظام با اشتراک فوتبال بازان تا 20 ساله ما در نیمه اول مشاهده می‌گردد. غیر قاعده عمل کرد حمایتگر مرکزی تایپی چین لویو اخسیو. البته هر یک بازیگر تایپی چین در قیاس با فوتبال بازان منتخب ما فرق دارند. از لحاظ سرعت، از لحاظ تکنیک و از لحاظ فیزیکی در عموم از هر جهت دیگرگونی احساس می‌گردد. تغییرات در هیئت منتخب تایپی چین بازیگر شماره 19 میدان را ترک نمود. دفاعگر لی سوزوین و از هیئت ذخیروی به جای او بازیگر شماره 8 وارد رقابت گردید. این لی یی سیوان می باشد. عموما یک از تاکتیک های خاصی سرمربی منتخب بانوان تایپی چین عوض کردن بازیگر در نیمه اول می باشد. در رقابت بر مقابل فلسطین نیز عیناً همین گونه تغییرات در نیمه یکم به میان آمده بود. آنجا نیز بازیگر شماره 8 وارد رقابت گردیده بود. اینجا قریب بود که حمایتگر ما اشتباه میکرد ولی فرهناز خالدار و برای قبول نمودن این توپ تلاش کرد. اکنون اوت است. بازیگران تایپی چین برای زدن گل نوبتی در نیمه اول تلاش دارند. دیگر بار بندهای کفش فرهناز خالدار و کشوده شدند. به همین خاطر داور مرکز یک چند ثانیه رفت رقابت را منع نمود. کمتر از 5 دقیقه دیگر وقت است تا پایان وقت اساسی قسم اول. حساب 0-2 و بازیگران تایپی چین در نیمه یکم پیش سفیر و صاحبند. می توانیم بگوییم که در نیمه اول تیم ملی ما همگی یک وضعیت خطرناک گلزنی را با وجود آورد. البته مخلصان انگوش شمار نیز در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه قرار دارند جهت دستگیری منتخب بانوانی تا 20 ساله میهن.
ضربه کنجی تعیین می‌گردد به فایده بازیگران تایپه چین. بازیگر شماره 10 کاو خسین مؤلف 2 گل تایپه چین در نیمه اول محض آن همین بازیگر است. ضربه خیلی بلند و 9 دقیق بود. بازیگران هر دو منتخب خیلی هم خسته شدند. فکر میکنم زیاده از 40 دقیقه در نیمه اول هر دو منتخب هنرنمایی دارند، پیوسته در هجوم هستند و جهتی به ثمر رسانیدن گل تلاش دارند. مرجانه سعیدова ضربه از مسافه دور و با مشکل این وضعیت را دروازه‌بان تایپه چین جان یوجی برطرف کرد. از نیمه میدان طور دیدیم بازیگر شماره 9 ضربه را اجرا کرد آرام نصرالله و واقعا هم ضربه زده آرام خیلی سخت بود. سومین ضربه کنجی فوتبال بازان منتخب ما در قسم اول. ضربه بسیار هم خوب با داخل جریمه‌گاه، ولی یگانه از بازیگران ما اولین شده به توپ رسیدن نتوانستند. تلاش نوبتی فوتبال بازان ما برای به هجوم رفتن نتیجه قابل توجه نداد. در مرکز میدان شاهسنم هجومت و الجمال المراتوه در نیمه اول در خط حمایه هنرنمایی دارد و در این برابر توانست که چند وضعیت مشکل را رفت سازد. 45 دقیقه وقت اساسی نیز پشت سر گردید. از جانب داور به نیمه یکم 3 دقیقه ازم گردید. البته در فرصت و فاصله 3 دقیقه تغییر دادن حساب امکان پذیر است. ریحانه شامرادova اینجا فرصتی به نهایت خوب است برای بازیگران ما که به عکس الهجوم فرار کنند. تلاش ریحانه شامرادova بازیگر مذکور جراحت گرفت از پای چپش، فکر میکنم آسیب گرفت. البته در وضعیت قبلی ویران شدن قاعده بازی نبود، بلکه هر دو فوتبال باز تلاش کردند برای به دست آوردن توپ که در نتیجه فوتبال بازی تایپه چین موفق گردید. اینجا دفاعگر مرکزی تایپه چین بعد یک پایغچ توپ را زده از میدان بیرون نمود. به احتمال زیاد قسم اول با حساب 2-0 جنبست می شود. دقیقه های کمتر باقی موند تا انجام نیمه اول.
اندکی خطرناک بازی کرد در وضعیت قبلی. شاسانه هم هجومت و آخرین هجوم بازیگران تایپه چین در نیمه اول. کاو خسین در اون مورد انفرادی این بازیگر خیلی و خیلی خوب است. فرانوس خلدار و زود توپ رو با بازی وارد کرد. هجومت و پسیو به مرکز میدان. گزارش تخمینه بهرام. پسیو به ریحانه شامراد و خیلی خسته شده است ریحانه شامراد و به احتمال زیاد یکی از فوتبال بازانی که در نیمه یکم از هیئت منتخب ما عوض میگردد ماس ریحانه شامراد خواهد بود. در همینجا بینندگان عزیز قسم اول وخوری منتخب های تاجیکستان و تایپه چین به انجام رسد. در نیمه اول حساب 0-2 است و بازیگران تایپه چین پیش صف هستند. اندک تنفس میکنیم و بعدا به قسم دوم این وخوری برمیگردیم.
边，不是我。还有，带球。要让给他换位置也可以，继续哦。转，不要转。不要早一点带走。压着在原地。踩下，弟弟，我救你。我踩到了。佩瑶跟怡婷。很凶了吧？佩瑶把那个。刚刚右边是谁？拉开，对不起，拉开。哎呦，厉害哦！带走。这里，是不是？还有，太大了，以飞跟那个真奇。丢出去了。再接哦，位置不要在同一个哦。不要让你们出来。不要害我。右旁边去了。哎，他右边。我刚进来接了，没接好。就说认命了，蜘蛛。技术问题。票过去接票。我接。有了啊！大发哦！带走。换边，雨慧。后面。踩。右边会了。谁？对山了。这样带动。说话来一点，我是正面。最后一局哦。你会再动，站起再看，离开。我教练呢？我不接球。你看你要给我。我没有接球。后卫盆那个，后卫盆那个。被做局了，因为好球，好球，就是要这样，因为你要喊声，就是到了，来吧，开始吧，哎，谁，这个开始，给完要移动，哎，没球，现在是拿2颗球了，就是不一样。最后一颗。还没。
بیننده‌های عزیز، تماشابینان گرامی قدر، مخلصان و علاقه‌مندان شبکه فوتبال، گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی جمهوریت شهر دوشنبه ادامه دارد. برمیگردیم به قسم دوم وخوری منتخب‌های توپ سال‌های بنوون تایپی چین و تاجیکستان. بعد انجام نیمه اول حساب 0-2 است و بازیگران تایپی چین در حساب پیشرفت هستند. طوری می‌بینیم در حالت تایپی چین تغییرات به میان می‌آید. بازیگری شماره 7 میدان رو ترک نمود او یایو و بجای او بازیگر شماره 15 لی یونگ شن وارد رقابت گشت. همچنین دروازه‌بان‌ها نیز عوض شدند. بازیگری شماره 18 دروازه‌بان ونگ رو پینک میدان رو ترک نمود و بجای او دروازه‌بانی اساسی تایپی چین بازیگری شماره 1 جیان یو جی وارد رقابت گشت. در قسم اول سرمربی تایپی چین یک تغییرات انجام داده بود. آنجا فوتبالباز شماره 8 لی سیوان وارد رقابت گشت. در عموم سرمربی توپ سال‌های بنوون تایپی چین در وخور امروزه 3 تغییرات انجام داد و در ادامه نیروسنجی میتواند که 2 بازیگری دیگرش را عوض نماید. در حالت منتخب ما باشد یگان تغییرات نیست. مبارزه برای به دست آوردن توپ قاعده بازی ویران نگشته است. فوچی لینگ در این مبارزه موفق گردید. گزارشی کاو خسین فرصت نوبتی برای بازیگران تایپی چین در رفت این رقابت. همکنون ضربه از مسافه دور و فرهناز خالدور و دوره دیدیم توپ رو به نظارت خیش گرفت. در نیمه دوم با حیاتی هر دو دسته آشنا میشویم. در خطی دروازه منتخب ما رقم 16 فرهناز خالدور و برآمد دارد. بعداً بازیگران منتخب ما رقم 2 شهزاده اوشیلدی و رقم 3 زرینه سفرزاده، رقم 7 مرجانه سعید و رقم 9 آرام نصرالله و 14 تخمینه بهرام، رقم 15 الجمال المراد و رقم 19 کامله رسول و رقم 20 شکرانه استای و همچنین بازیگر شماره 21 ریحانه شامراد و فوتبال بازی شماره 22 شاه صنم حجیمت و سرمربی منتخب بانوان توپ سال‌های کشور این متخصص محلی یوسف ربیف میباشد. همکنون به هیئت تایپی چین توجه میکنیم. در خط دروازه رقم 1 جیان یوجی برای به ثمر رسانیدن گل نوبتی بازیگران تایپی چین تلاش کردند ولی این هجوم برطرف گردید. ادامه معرفی هیئت این منتخب رقم 2 چیان نوی تانک، رقم 8 لی سیوان، رقم 4 لو یو خسیو، رقم 5 ما هویا، رقم 6 چنگ مینگ خسوان، رقم 9 چوان تسویو، رقم 10 کاو خسین، رقم 11 لیاو جینینگ، رقم 13 فوچی لینگ، رقم 18 وانگ روپینگ دروازه‌بان بود که در ابتدای نیمه دوم میدان را ترک نمود. سرمربی تایپی چین متخصص از خود همین کشور خسین چی چون می باشد. رقابت مذکور داور مرکز از کره جنوبی حکمی دارد. چا مینجی یاوران او از کنارها یون اون هی و اسلام عبد العبدی از اردن هستند. داور چهارم نیز از همین کشور است، حنین خالد مراد. کمیسری رقابت از کره جنوبی پاک اونجی. شارح این رقابت باشد من دولت خطیب زاده هستم. فرصت برای بازیگران تایپی چین و طوری میبینیم فرهناز خالدور و توپ رو به نظارت خیش میگیرد. در قسم اول در دو وضعیت خیلی هم مناسب کاو خسین حمله‌ور تایپی چین با زدن گل دست یافت و نتیجه رو 0-2 کرد. بازیگران این منتخب امکان داشتند که حساب رو 3-0 کنند ولی از ضربه جریمه‌ای 11 متره بازیگری شماره 11 این منتخب لیاو جینینگ گل زدن نتوانست. اونجا فرهناز خالدور و ضربه جریمه‌ای 11 متره رو برگردون. اگر ما قسم اول این رقابت رو نتیجه گیری کنیم
پس تشبث و تردد پیش‌صفی از هر جهت نصیب بازیگران تایپه چین بود. همگی یک فرصت گلزنی را در قسم اول شاگردان یوسف ربیعov با وجود آوردند. اینجا الجمال المراتبه مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند، چون که انتخابی دیگر نداشت. اینجا یک فوتبال باز از هیئت منتخبی ما سب میگیرد. داور مرکز زود ستادی طبیبان را به میدان دعوت کرد. آیا رقابت ادامه می‌یابد یا اینکه نه؟ فعلا یک فوتبال بازی منتخبی ما در میدان خوابیده است. بازیگر شماره 21 ریحانه شامرودووا از کتف خویش جراحت برداشت. در همین وضعیت جای تاکید است که در قسم اول نیز ریحانه پیوسته فعال بود، در خط حمله و آسیب نیز گرفته بود. خیلی هم خسته شده است ریحانه شامرودووا. سرمربی منتخب یوسف ربیعov باید در همین لحظه ها تغییرات انجام بدهد، چون که بازیگران ما، البته برخی از بازیگران تیم ملی بانوان ما خسته شدند. اشاره می شود که از اوت باید از سر نف توپ را به بازی وارد کنند. هجوم تایپه چین قطع گردید. موجی دومی این حمله را با هم خواهیم دید. لی یسیوان. این هجوم چندان خطرناک نبود. باید قطع کرد که تایپه چین حریف نیست که در یک رقابت با یک گل و دو گل قناعت کند. حتما بازیگران این منتخب برای به ثمر رسانیدن گل های بعدی تلاش میکنند. توپ را با بازیگران تایپه چین فرهناز خالدار و توپ را به نظارت خویش میگیرد. در قسم اول در برابر آنکه فرهناز خالدار و با دروازه‌اش دو گل سر داد، در این برابر چند وضعیت مشکل را نیز توانست که برطرف کند. ارسال توپ به خط حمله، حالت نوبازی نیست. کاوخسین ضربه بسیار هم خوب و خوشبختانه این ضربه خطا رفت. نزدیک بود که حمله برای تایپه چین مؤلفی خطری گردد. برای دیگر به این وضعیت توجه میکنیم. ببینید که کاوخسین از یوته دو بازیگر چه طور فرار کرد، پس نیز با او خیلی خوب انجام داده شد. اینجا بازیگری تایپه چین جراحت گرفته است. بازیگری شماره 5 ماهویا اینم صحنه که بالاتر از این ریحانه شامرودووا جراحت گرفته بود. اینجا و فوتبال بازی سه برداشته تایپه چین یوری تیبی رسانیده می شود. به لحظه تکرار این وضعیت توجه میکنیم. ببینید که زانوی فوتبال بازی تایپه چین با ستون دروازه برخورده است. بعدی رسانیدن یوری تیبی این فوتبال باز یعنی لی یانگشن که در ابتدای نیمه دوم وارد رقابت گشت
از زمین برخست و فکر میکنم بازی رو ادامه دادن میتواند. در نزد دروازه خویش فوتبال بازی ما با اشتباه رو داده توپ را زده از میدان بیرون نمودن. طبعا گفتیم جام آسیا 2026 یا خود چمپیونات آسیا بین منتخب‌های بانوان تا 20 ساله از 1 تا 18 اپریل سال 2026 در کشور تایلند صورت میگیرد. 4 تیم بهترین یعنی همون منتخب‌هایی که به مرحله نیمه نهایی راه می‌یابند همچنین امکان اشتراک در جام جهانی سال 2026 را پیدا خواهند کرد. فرصت نوبتی برای بازیگران تایپی چین خوشبختانه برطرف کرده شد وگرنه حساب رقابت 3-0 می‌گردید. ترکیب روی نوبتی بازیگران تایپی چین. یک فوتبال بازی این منتخب فکر میکنم جراحت برداشت یا که نیرنگ بازی کرد. توبرابایی بازیگران تایپی چین. 5 فوتبال بازی این منتخب در خط هجوم است. فوچی لینک حرکت های زیبای این بازیگر 2 نفر رو فریب داد بعدا ضربه زد یا اینکه پاس داد. انیخترش با ضربه بیشتر مانندی داشت. باز هم ستاد طبیبان منتخب ما با میدان دعوت می‌گردند. بازیگر شماره 2 فکر میکنم جراحت گرفت. عموما هم در قسم یکم و هم در نیمه دوم آسیب گیری فوتبال بازان در حیات منتخب ما خیلی زیاد مشاهده گردید. به خاطر چی سرمربی منتخب تغییرات انجام نمیدهد در حالتی که بازیگران ما خسته شدند؟ در این برابر چندی از آنها جراحت گرفته است. اگر ما به هیئت ذخیروی منتخب توجه کنیم 12 بازیگر این زمان در هیئت احتیاطی قرار دارد. اما اکنون رقابت ادامه میکند. یادآور میشوم که منتخب های بانوان تا 20 ساله تاجیکستان و تایپی چین در دایره رقابت های دوره دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی با هم رقابت دارند. تا دقیقه 58 نتیجه وخوری 0-2 است. جام جهان بیننده های عزیز بین منتخب های تا 20 ساله سال 2026 برگزار می‌گردد از 5 تا 27 سپتامبر در کشور لهستان یا خود پولشا. در جام جهان 2026 24 منتخب با هم رقابت میکنند. از کنفدراسیون فوتبال آسیا 4 منتخب، از خطه آفریقا نیز 4 منتخب، بعدا از کانکاکاف نیز همین مقدار، از کانمبول نیز 4 تیم، از فدراسیون فوتبال اقیانوسیا 2 منتخب و از یوفا باشد 6 تیم ملی در چمپیونات جهان اشتراک میکنند. ولادیمیر چورلیایف بیننده های عزیز، سرمربی دسته فوتزال استقلال با همراهی همسرش از نشستگاه های ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه این رقابت را تماشا دارند. چورلیایف متخصص شناخته روز در موسم نوی سوپرلیگ فوتزال مملکت تیم استقلال را راهنمایی دارد و پایتختی ها الکی
در دو دوره موسم جدید زیر راهنمایی این متخصص 2 پیروزی به قید گرفتند. ضربه کنجی است. به این وضعیت توجه خواهیم کرد. ارسالی خیلی بلند و فرهناز خالدار و در این وضعیت نتوانست که هجوم رقیب را برطرف نماید. کاپیتان تایپی چین بازیگر شماره 3 دیفوگر لی چون می حساب رقابت را 0-3 میکند. خیلی نزدیک بود که فرهناز خالدار و در این وضعیت توپ را صاحب شود. فکر میکنم اندک قد و قامتی فرهناز با او کمک کردن نتوانست. یعنی فرهناز تلاش کرد که توپ را اولین شده صاحب گردد ولی موفق نشد. البته باید دفاعگران ما به بازیگران رقیب امکانیت نمیدادند. باری اول نیست که در داخل جریمه‌گاه اما حمایتگران به سهلنگاری راه میدهند. ضربه نوبتی از جانب فوتبال بازی شماره 9 آرام نصرالله و اجرا گردید. ضربه زده آرام کمی ناآرام بود. باز هم فوتبال بازان تایپی چین با هجوم می روند. این هجوم برطرف نگردیده است. تلاش بازیگران تایپی چین پایقیج انجام داده شهزاده و چیلیه و سری وقتی بود. دوره میبینیم در نیمه دوم آسیبگیری فوتبال بازان خیلی و خیلی زیاد است. از سایت هر دو منتخب یکی پی دیگری جراحت گرفته به زمین میافتند. فوتبال بازان تایپی چین از ضربه کنجی توپ را به بازی وارد کردند. آرام نصرالله و این وضعیت را برطرف نمود. نتوانستند که دست پروران یوسف ربیع با هجوم جوابی گذارند. به طور همیشگی نظارت توپ پورا در دست بازیگران تایپی چین است. توسط مرکز نوبت بازیگران تایپی چین با هجوم می روند. در نیمه دوم خوبان فوتبال بازی تاجیک یگان هجوم جانبی دروازه رقیب انجام ندادند. نوبت طریق کنار چپ بازیگران تایپی چین با هجوم فرار میکنند. چان سویو ضربه از مسافه دور ولی خطا رفت. کشور پولشا بار دوم است که از چمپیونات جهان میانی بانوان توپ 20 ساله میزبانی میکند. این کشور سال 2019 نیز از موندیال بانوان توپ 20 ساله میزبانی کرده بود. 17 دکمبر سال 2023 ضمن یک جلسه شورای فیفا رسما درخواست کشور لهستان برای میزبانی چمپیونات جهانی بانوان انتخاب گردید. در برابر لهستان عربستان سعودی نیز درخواست پیشنهاد کرده بود جهت میزبانی این مسابقه فراجهانی.
тавре гуфтем 24 мунтахаб дар чемпионати ҷаҳони соли 2026 мубориза мебаранд. миёни ҳам 24 мунтахаб аз 6 конфедератсия. ҳуҷуми тайпеи чин Као Хисин паси дурусту дақиқ натавонист ки ба ҳамдастааш равон кунад. боз ҳам бозигарони тайпеи чин назорати тӯбро соӣ бастанд. Фучилинг тӯбро аз даст медиҳад. ду нафара ба ӯ фишор оварданд ва дар ин вазъият ҳамлавари тайпеи чин мувозинатро аз даст дод. аз аут ту ба бозӣ ворид карда шуд. кӯшиши Марҷона Саидова сарвони мунтахаби мо. ту ба дасти Марҷона Саидова бархурд ё ин ки не. довари марказ иҷоза дод барои идома ёфтани ҳуҷуми тайпеи чин. Фучилинг зуд аз аут тӯбро ба бозӣ ворид кард, вале садгузорӣ аз ҷониби Ором Насруллоева хеле хуб буд. ёздаҳ маротиба бинандаҳои азиз ҷоми ҷаҳон байни футболбозони то 20 сола доир шудааст. ман бонувони то 20 соларо дар назар дорам ва дар ин миён се мунтахаб се дафъаи қаҳрамон шуданд. олмон, Кореяи шимолӣ ва иёлоти муттаҳидаи амрико. олмон дар солҳои 2004, 2010, 2014 нишонҳои заринро ба даст овард. Кореяи шимолӣ яке аз тимҳои пурқуввати бонувона дар қораи Осиё дар солҳои 2006, 2016 ва 2024 қаҳрамони ҷаҳон шуд. иёлоти муттаҳидаи амрико дар соли нахусти баргузорӣ яъне соли 2002 баъдан дар солҳои 2008 ва инчунин соли 2012 тавонист ки ҷоми ҷаҳонро соҳиб гардад. якачинҳои ҷопон ва Испания дар солҳои 2018 ва 2022 якмаротибаӣ пирӯз шуданд. баъдан якачинҳои Нигерияву ҷумҳурии мардумии Чин дудафъаӣ барандаи нишонҳои нуқраи чемпионати ҷаҳони бонувон байни бозигарони то 20 сола шуданд. фаронса ва Канада якдафъаӣ дар финал мағлуб шуданд дар солҳои 2016 ва 2002. дар чемпионати ҷаҳони бонувон байни бозигарони то 20 сола аз қитъаи Осиё Кореяи ҷанубӣ, Кореяи шимолӣ ва ҷопон барандаи зинаҳои ифтихорӣ шуданду халос. ҳамчунин ҷумҳурии мардумии Чин низ дар ин рӯйхат қарор мегирад. агар мо таваҷҷӯҳ кунем дар конфедератсияи футболи Осиё тимҳои пурқувват маъсан ҳамин мунтахабҳо ҳастанд, яъне Кореяи ҷанубӣ, Чин, ҷопон ва Кореяи шимолӣ. Зарина Сафарзода ҳам дар вазъияти қаблӣ иштибоҳ кард. талоши бозигарони Тайпеи Чин, Фучилинг ту аз майдон берун шуд. на довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ аст. баъдан аз қарори худ даст кашид. довари марказ ишора кард ки бояд Фараҳноз Холдор ва аз назди дарозааш тӯбро ба бозӣ ворид кунад.
از رفت رقابت منتخب‌های تاجیکستان و تایپی چین بیننده‌های عزیز تقریباً 70 دقیقه پشت سر می‌گردد، ولی یوسف ربیعов سرمربی تیم ملی ما یگان تغییرات انجام دادنی نیست. شاید متخصص محلی بر آن نظر است که در هیئت ذخیروی بازیگران نیستند که با اومدنشان رفتی هنرنمایی را دیگرگون نمایند. در بالاتر اشاره کردم در هیئت ذخیروی در صورت جلسه البته 12 بازیگر در هیئت منتخب تاجیکستان ثبت نام شده است. قاعده کنی به اعتبار گرفته شد. مرجانه سعید و کاپیتان تیم ملی بانوان ما به قاعده ستیزی دست داد. هرچند با اشتراک فوتبال بازان هر دو منتخب قاعده بیان کنی زیاد است، ولی داور تا این دم به یگان بازیگر کارت زرد نشان نداده است. چندی از قاعده بیان کنی های هر دو منتخب را داور این واخوری نادیده گرفت. البته از نشان دادن برگه زرد خودداری نمود. کاوخسین ساعتگذاری بود، وگرنه بازیگر مذکور ضربه های بسیار هم سخت دارد. ارسال تخمینه بهرام به خط حمله. تلاش فوتبال بازان ما باز هم نتیجه قابل توجه نمیدهد. کاوخسین از یک نفر خیلی خوب فرار نمود. هجوم تایپی چین و سیفیولی فرهناز خالدار و این هجوم ادامه دارد. تلاش بازیگران تایپی چین باز هم فرهناز خالدار و در خط دروازه درخشش عالی نشان میدهد. وضعیت بسیار هم خطرناکی گلزنی را فرهناز خالدار و با سربلندی برطرف نمود. البته در نیمه اول در مورد هنرنمایی دروازه‌بان تیم ملی بانوان تا 20 ساله کشور من حرف زدم. شاهسنم هجومات و در احتیاط دو بازیگر تایپی چین گزارش هجومات و خیلی خوب حرکت میکند. بعداً به هم دستش پس دادن نتوانست. شاهسنم هجومات و در پای خش درد را احساس میکند. فکر میکنم در همین حالت کاپیتان تایپی چین اندکی خطرناک بازی کرد. ببینید که توپ در نظارتی شاهسنم هجومات و بود، ولی لی چون می با کتف با شاهسنم یک ضربه بسیار هم سخت زد که در نتیجه حمله‌آور منتخبی ما از جراحت برداشت. این هم هجومی براه مانده بازیگران تایپی چین. در نوبت اول فرهناز ضربه زده رقیب را برگرداند و در کوشش دوم نیز موفق گردید که ضربه زده بازیگر تایپی چین را برگرداند. فعلا فوتبال بازان ما یک نفر کم در میدان هنرنمایی دارند. ضربه کنجی است. ارسال خیلی بلند. آرام نصرالله و تلاش کرد. ضربه از مسافه دور با اشتراک تخمینه بهرام نتیجه نداد و طور دیدیم زرینه سفرزاده توپ زده از میدان بیرون میکنند. قسمی زیاد از هجوم های تایپی چین هم در این رقابت و هم در بازی در اول بر مقابل فلسطین توسط کنارها براه مانده می شود. یعنی کم در کم بازیگران این منتخب توسط مرکز به هجوم می روند.
یک از تاکتیک‌های خاصی هنرنمایی این منتخب محض همین است. دفاعگران کناری، نیم حمایتگران و حمله‌وران تکنیکای ولو دارند. این وقت کنار چپ برای ادامه دادن حمله تایپه چین موافق و مناسب بود. تخمینای بهرام با چنین حرکت‌هایش اندک سری بازیگرانی تایپه چین را گیج نمود. در همین وضعیت تخمینه بهرام در احاطه دو بازیگر حرکت‌های خیلی هم خوب داشت، حرکت‌های قابل توجه. دو فوتبال بازی حریف را فریب داد، پاس داد به هم دسته‌هایش یعنی به قفا، ولی بازیگران ما توپ را در نظارت خویش نگاه داشتن نتوانستند. باز هم تایپه چین توپ را به نظارت خویش میگیرد و به خط حمله توجه میکند. دو نفر را فریب داد، ضربه نوبتی و از پهلوی دروازه از میدان بیرون می شود. البته ما منتظر بودیم که یوسف ربیف در نیمه دوم در حیات منتخب تو 20 ساله کشور ما فوتبال بازون تازه نفس را با بازی می درآورد. الکی دقیقه 76 سپری گردید، ولی تا این دم یگان بازیگر عوض نشده است. 11 بازیگری که از دقیقه های نخست بازی را آغاز کردند تا این دم هنرنمایی دارند. آچیل دیوه توپ رو زده از میدان بیرون نکند. کلی بازیگران تایپه چین در نیمه میدانی ما هستند. فوچیلینگ پسیو به قفو در رقابت امروزه حمله‌ور تایپه چین چندان فعال نیست. من بازیگر شماره 13 رو در نظر دارم، چون که این فوتبال باز در رقابت بر مقابل فلسطین در دور اول بهترین بازیگر دانسته شد. به نامش هتریک ثبت کرده بود. ریحانه شامرادوه هنگام مبارزه برای به دست آوردن توپ به قاعده ویران کننده است. اگر در رقابت امروزه تایپه چین غلبه کند، پس امتیازهای این منتخب با استرالیا برابر می شود، ولی از لحاظ تناسب توپ ها فوتبال بازان تایپه چین زینه دوم را به دست می آورند، چون که استرالیا بعد خاتمه دو دور به دروازه رقیبان 17 گل زده و به دروازه‌اش یگان توپ سر نداده است. در بازی دور اول تایپه چین با زدن 4 گل دست یافت، یعنی فلسطین را با حساب 4-0 مغلوب نمود. باز هم فوتبال بازان تایپه چین ضربه کنجی کار میکنند. فوچیلینگ حمله ور آمده است که از ضربه کنجی توپ را به بازی وارد کند. فرهناز خالدار و اولین شده به توپ رسید. اینجا حرکت های ریحانه شامرادوه بازیگر مذکور تک و تنها نتوانست که هجوم دستش را ادامه بدهد. چی در بازی دور اول و چی در بازی دور دوم
футболбозони منتخبی ما یک رقابت دفاعکارانه را به معرض تماشا می‌گذارند. جام آسیا بیننده های عزیز بین بانوان تا 20 ساله سال 2024 در همسایه کشور ازبکستان برگزار گردیده بود. آنجا منتخب بانوان تایپی چین اشتراک کرد، ولی در مرحله گروهی این منتخب امتیازهای درکاری را به دست آوردن نتوانست. در گروه A تایپی چین با همراهی منتخب استرالیا، کره شمالی و ازبکستان قرار گرفت و از نتیجه 3 رقابت 3 امتیاز به دست آورد. هجوم تایپی چین و فرهناز خالدار و ضربه زده رقیب را برگرداند، ولی در این برابر حالت نوبازی نیز به قید گرفته شد. واقعا هم در این وضعیت بازیگر شماره 11 تایپی چین لیاو جیانینگ در حالت نوبازی قرار گرفته بود. در جام آسیای قبلی در مرحله گروهی تایپی چین با حساب 2-0 میزبان مسابقه ازبکستان را شکست داده بود، ولی در دور دوم از کره جنوبی با حساب 6-0 مغلوب شد. در دور نهایی باشد، یعنی در دور سوم تایپی چین از استرالیا با حساب 3-0 مغلوب گردید. در عموم این منتخب صاحب 3 امتیاز شده در مرحله گروهی زینه سوم را به دست آورد و از ادامه چمپیونات آسیا 2024 مغلوب گردید. اما اکنون در دور سوم تایپی چین با استرالیا با هم رقابت میکنند. آخرین نیروسنجی این دو منتخب به فایده فوتبالبازان استرالیا خاتمه یافته بود. قاعده ویرانکنی بسیار هم دغل از جانب آرام نصرالله و به پای حمله‌ور تایپی چین یک ضربه بسیار هم سخت زد. با احترام به فوتبال، با احترام به رقیب، آرام نصرالله و از این بازیگر عذرخواهی نمود. البته به خاطر این عملش فوتبالبازی تیم ملی بانوان تا 20 ساله کشور ما کارت زرد نیز گرفت. آرام نخستین بازیگر شد که در هفته رقابت امروزه با برگه زرد مورد مجازات قرار گرفت. دیگر بار دستپروران یوسف ربیف به خط حمله می روند. ریحانه شامراد و خیلی سراسیمه است، متاسفانه از پای افتید و توپ را از دست داد. در مبارزه های انفرادی بازیگران تایپی چین موفق ترند. هجوم جوابی با صورت تایپی چین. اینجا فوچی لینک فرصت می جوید برای به ثمر رسانیدن گل. اما اکنون حضرت ذخیروی منتخب تاجیکستان دو بازیگر آماده است برای با میدان وارد شدند. توجه میکنیم که یوسف ربیف کیها را از میدان میگیرد. یک و یک بار دو تغییرات انجام داده می شود. اینجا با ریحانه شامراد و یاری تیبی رسانیده شد. فکر میکنم بازیگری مذکور رقابت را ادامه داده نمیتواند، چون که در
رفتی این بخوری ریحانه شمرود و خیلی زیاد آسیب گرفت. اما اکنون با یاری طبیبان این بازیگر میدان رو باز هم از ضربه کنجی بازیگران تایپه چین توپ رو با بازی وارد نمودند. ضربه نوبتی خیلی بلند اجرا کرده شد. اما اکنون داور اجازه میدهد که تغییرات انجام یابند. بازیگر شماره 19 میدان رو ترک میکند کامیل رسول و به جای او فوتبال بازی شماره 4 وارد رقابت خواهد گشت. عزتی ذخیروی مهرنگار میرزایو با میدان آمد. بازیگر نوبتی که وارد رقابت گشت این فوتبال بازی شماره 11 مهرانه دولتова می باشد. بازیگر شماره 21 میدان رو ترک کرده است ریحانه شمرودova. یعنی در ادامه نروسنجی در خط حمله به جای ریحانه شمرودova مهرانه دولتova رقابت رو ادامه می دهد. باعث نیم همتگر در موقع کامیل رسولova بازیگر شماره 4 مهرنگار میرزایو جلوی هنر خواهد کرد. هجوم تایپه چین ضربه کنجی کار میکنند. تا پایان وقت اساسی کمتر از 5 دقیقه دیگر ماند. حساب 0-3 است. در هفته رقابت امروزه بازیگران تایپه چین زیاده از 10 ضربه کنجی توانستند که به بار آورند. ضربه نوبتی خیلی هم سخت بود و خوشبختانه خیلی بلند اجرا کرده شد. در مرکز میدان شکرونه اوستایوا توپ رو صاحب میگردد. متاسفانه این بازیگر دور و دراز توپ رو در نظارت خویش نگاه داشتن نتوانست. توسط کنار راست بازیگران تایپه چین و هجوم جوابی میگذارند. پسی کاو خسین اما این ارسالی انجام داده نوعنیق است. به هر حال فوتبال بازان تایپه چین اداره کنی توپ رو ادامه میدهند. ضربه از مسافه دور. البته این ضربه نوعنیق اجرا کرده شد. تا رفت وقت کمتر باقی میموند. بیننده های عزیز تا پایانی رقابت منتخب های تاجیکستان و تایپه چین یادآور میشوم که این بازی دور دومی مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی است. یکاچین های استرالیا، تایپه چین، فلسطین و تاجیکستان از این گروه برای به دست آوردن راحت یگانه به قسم نهایی جام آسیا که سال 2026 در تایلند برگزار می‌گردد تلاش دارند. دقیقه آخرین وقت اساسی نیز آغاز گردید.
بعدی فشاری 3 نفرم ملی پوشانی میهن توانستند که توپ را به نظارت خیش برگردانند. مهرنگار این مهرونه دولت و بود فوتبال بازی شماره 11 که چند پیش وارد رقابت گردید. تلاش نوبتی تایپه چین کاوخسین حالت نوبازی هست. بله البته فوتبال بازان ما این وضعیت را خیلی هم خوب درک نمودند. بله واقعا هم در این وضعیت 100% حالت نوبازی است. نود دقیقه وقت اساسی منتخب های تاجیکستان و تایپه چین پشت سر شد. توجه میکنیم که داور مرکز از کره جنوبی به وقت اساسی نیمه دوم چند دقیقه اضافه میکند. 5 دقیقه زم کرده شد در قیاس به نیمه اول. 2 دقیقه زیادتر اضافه گردید. اگر متوجه کنیم واقعا هم در نیمه دوم اندک زیادتر وقت اساسی بر هدر رفت. آنجا آسیبگیری فوتبال بازان بود. بعداً عوض کنی فوتبال بازان نیز مشاهده گردید و در عموم داور مرکز جمع و جمع این همه وقتی تلف یافته را به نوبت گرفته 5 دقیقه زم کرد. فوچی لینک پس این 9 دقیقه اجرا کرد. تخمینه بهرام محض با اشتباهی او این هجوم آغاز گردید. فوتبال بازان ما توپ را زده از نزد جریمه‌گاه خود دور میکنند. و مانند بازی دور اول دروازه‌بان تایپه چین یک روز استراحتی‌اش را پشت سر نمود. یعنی یگان وضعیت خطرناک در نزد دروازه تایپه چین با وجود نآمده است. در بازی دور اول نیز بر مقابل فلسطین تایپه چین خیلی راحت پیروز شد. بازیگر شماره 4 از میدان گرفته می شود. از تایپه چین لو یوخسیو میدان رو ترک کرد. اما اکنون تخمین بهرام میدان رو ترک میکند. به جای او بازیگر شماره 13 نوزیه اوزاقوه وارد رقابت گشت. تغییرات دوم این به میدان آمدن بازیگر شماره 18 منظوره قیومووا می باشد. اینجا ضمن عوض کنی فوتبال بازان فکر میکنم یک تغییرات به میان آمد. فوچی لینگ از تایپه چین میدان رو ترک نموده است و با جای او بازیگر شماره 14 وانگ هوی شن با بازی اومد. فکر میکنم در میدان فوتبال بازان ما یک نفر زیاد قرار گرفته. اما اکنون اجازه داده می شود که از اوت بازیگران تایپه چین توپ را با بازی وارد کنند. تلاشی تایپه چین هویشن فوتبال باز شماره 14 بعدی به میدان آمدنش باعث
حمله‌وری کناری چپ در میدان برآمد دارد. اینجا مرجانه سعیدова سروان منتخب و سه برداشت. البته اولین شده بازیگری ما به توپ رسید ولی اندک جراحت گرفت. پنج دقیقه زمان نموده دو ورنیز به انتهای خیش نزدیک است. از ضربه کنجی تو به بازی وارد گردید. کوششی تایپه چین ولی ضربه زده کاو خسین بازیگری رقم 10 خیلی بلند بود. البته اگر امروز بازیگران تایپه چین با زدن گل های بیشتر دست میافتند به فایده آنها می بود، به خاطر چی در جدول گروهی سی بعدی برابر بودن امتیازها حتما تناسب توپ ها به نظر گرفته می شود. الکی دقیقه ششمی اضافه نموده دوار پشتی سر می گردد برای تشکیل یک هجوم برای هر دو منتخب وقت است. کاو خسین مرجانه سعیدова با قوی دستی تیزی دست می زند. در این وضعیت من یگان ذره ویران شدن قاعده بازی رو نمی بینم و داور مرکز به خاطر چی صدایش تکش رو بلند کرد. دیارچه دفاعی سازمان داده می شود با اشتراک فوتبال بازان منتخب ما. آخرین امکانیت برای بازیگران تایپه چین است. ضربه از مسافه دور اما خطا رفت. با همین ترتیب بیننده های عزیز وخوری منتخب های بانوان توپ سالای تاجیکستان و تایپه چین در دایره رقابت های دور دوم مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه سی به انجام رسد. در این رقابت که با حساب 0-3 به انجام رسید گل های زده کاو خسین و چون می پیروزی منتخبی تایپه چین را تامین میکند. با همین ترتیب گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه به انجام میرسد. وخوری مذکور را برایتان شرح و توضیح دادم من دولت خطیب زاده با جمعی همکاران تکنیکی. در پایان این رقابت می توانید که بهترین لحظه های نیروسنجی منتخب های تاجیکستان و تایپه چین را تماشا کنید.
No problem. You translate. 这里啊。就是很开心，就是可以为球队进球，然后希望后天的比赛。